رعیت و حکومت. عدم فاصله میان رعیت و حکومت ستون اقتدار و حاکمیت نظام را مستحکم می سازد. رعیت و حکومت دریچه نگرستن به مکلفیت‌های رعیت و حکومت در برابر یکدیگر. این برنامه را دوشنبه ها ساعت 11:30 ظهر و تکرار آن را جمعه ها ساعت 2:30 قبل از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو حریت، به یکی دیگر از برنامه های رعیت و حکومت خوش آمدید. امیدوار هستم هر جایی هستین صحتمند و سلامت باشین و در حفظ و پناه پروردگار قرار داشته باشین. بحث ما در برنامه رعیت و حکومت مسئله مسئولیت های رعیت و حکومت نظام اسلامی می باشد. ما در برنامه قبلی در مورد یک تعداد از مسائلی که غربی ها به خاطر از بین بردن مسئولیت ها و نزدیک بودن رعیت و حکومت های اسلامی یک سلسله مفکوره های غلط را ایجاد کردن را بحث کردیم و گفتیم که شریعت اسلام همیشه در تلاشی است که چه از لحاظ دولت و چه از لحاظ ملت یا از لحاظ حکومت، رعیت و حکومت هر دو باید با دستان متحد خود برای تطبیق نظام اسلامی و برای حاکم ساختن یک نظام الهی و برای پیشبرد نظام الله متعال تلاش بکنند که الحمدلله داشتن یک نظام اسلامی افتخار ماست که امروزه داریم و رعیت نیز مسئولیت دارد تا در برابر این دستاوردها و این داشته هایشان مسئولیت خود را ادا بکنند. ما بحث کردیم که مسئله جدایی از دین و سیاست که متاسفانه در این اواخر از دهن عده‌ای از مردمانی که اونها جز فکر از بین بردن یک نظام الهی را در سر نمی پرورانند از اونها بیرون شده و ما روی همین بحث به خاطر فهمیدن این که رعیت باید بداند که نظام سیاسی اسلام همانا امارت اسلامی امروزه که در افغانستان به عنوان حکومت اسلامی حاکم هست دوش با ای بودن یکی از وجایب دیگر دینی ما هست که الله متعال به عنوان یک مسئله سیاسی هر مسلمان باید داشتن یک نظام سیاسی اسلام را آرمان و اهداف خود قرار بده. اما اینکه این مفکوره های زشت و پلید از چه جایی به اصطلاح آب میخورد و چگونه به وجود آمده را ما و شما بحث کردیم که دقیقاً چه علتها یا چه مواردی در او وجود داشت و ما دانستیم که مردمانی برای جدایی دین و سیاست تلاش کردند و مردمان واضعین یا به اصطلاح بنیانگذاران مسائل وضعی بشری هستند که اونها خودشان برای مسئله مصدریت قانون سالها با هم اختلاف داشتن و عده‌ای از اونها به این باور بود که طبیعت خودش قانون میسازه العیاذ بالله. پس تقلید از تو یک انسان‌هایی که اساساً خودشان نمیدانند که قانون باید از کدام منبع باشه و آوردن مسائل مختلف را بحث کردن شاید بعید از کمال انسانی باشه. به هر حال در این برنامه هم تلاش میکنیم تا این موضوع را به شکل فشرده از نظر تاریخی و سیاسیش مورد بحث قرار بدیم. روشنفکران اروپایی ابتدا در مورد جهان مخالف ایمان اهل کلیسا که در آیین عیسویت ترسیم شده بود نظریه پردازی نمودند. چنان که آنها کروی بودن زمین، گردش آن به محور آفتاب را کشف کردند، اما این گونه نظریات از جانب کلیسا مورد تحقیر و تکفیر قرار می گرفت. البته این زمانی بود که پاپاهای کلیسا خود را به حیث سایه و نیز نمایندگان الله متعال در روی زمین و حاکمان اروپا معرفی می نمودند. جالب این است که اهل کلیسا با وجود این بلند پروازی ها پاسخگو نیازها و نظام موجوده مردم نبود. شاید به دلیل عدم کامل بودن آن به عنوان یک آیین کامل الهی بود.
چون عیسویت تنها برای یک قوم خاص از جانب الله متعال وحی شده بود و نه بر تمام بشریت. همچنان حالت ادیان قبل از اسلام هم چنین بود که تنها به یک قوم خاص تبلیغ می کردید. و از سوی دیگر دین عیسویت با آنکه دین یک قوم خاص بود ولی مورد تحریف و تغییر بزرگی قرار گرفته بود که هر فردی از افراد به اصطلاح عیسوی ها مطابق مزاج خودشان در او تغییرات می آوردند. چنانچه الله متعال داستان تغییر و تحریف دین یهودیت و عیسویت را در قرآن کریم نیز بحث کرده است. اما چگونه می تواند یک دینی که او تحریف شده و یک مردمانی که خود را به عنوان بزرگان دینی نه بلکه به عنوان حاکمان یا نمایندگان الهی در روی زمین میگن؟ اگرچه ما در برنامه قبلی گفتیم که عده‌ای از بدبختها اشاره کردیم که نظام الهی یا نظام سیاسی اسلام یا حکومت امارت اسلامی یک نظامی است که خود را مجریان تطبیق کنندگان قانون الهی می‌دانند یا قانون اسلام می‌دانند که وجیبه اونها تطبیق نظام اسلامی و تطبیق آن چیزی است که الله متعال حکم کرده است، نه اینکه خود را به عنوان نمایندگان الله بدانند و به معنای اینکه خالی از هر گونه نقص و عیب باشند یا به این معنا که هر آنچه میگویند 100% درست است و هر آنچه میگویند از جانب الله متعال منزل است. این گونه باور در نظام سیاسی اسلام وجود نداشته و ندارد و وظیفه حکام یا حکومت اسلامی تطبیق اوامر الله متعال است. زمان الله متعال برای ما گفته قصاص باید تطبیق شود، فقط اینها موظف هستند که با همان شرایط قصاص را تطبیق نمایند، نه اینکه خود بیایند مسئله را مطرح کنند و بعد بگویند که از جانب الله متعال است. علیه بالله. بله، بدون شک که غربی ها همیشه تلاش میکنند تا همین مسئله را با به اصطلاح پوشش های دروغین دین اسلام و نظام سیاسی اسلام را با نظام های شاریده، پوسیده و فاسد پاپه های کلیسا مقایسه نمایند که این خود اشتباه بزرگ است و اشتباهات زیادی در این وجود داره که انشاءالله او را به بحث میگیریم. ولی در کلیت باید بدانیم که مسئله قیاس یا مشابهت نمودن دین اسلام با دین مسیحیت کاملا اشتباه است و ما میبینیم که در او زمانی که پاپه های کلیسا حاکم بودند، در مقابل در عده زیادی از کشورها یا سرزمین در روی زمین مسلمانان حاکمیت می‌کردند که او دوره به نام دوره‌های طلایی انسان‌ها یاد می‌شود، نه تنها مسلمان‌ها. به هر حال به همین علت با ظهور اسلام همه ادیان قبلی منسوخ قرار داده شد و اینها یک دین منسوخ شده را می‌خواستند تطبیق بکنند، ولی اگر می‌خواستند که عزت و رفاه بشر را می‌خواستند باید به سوی اسلام و نظام سیاسی اسلام روی می‌آوردند. اما ما می‌بینیم که نظام سیاسی اسلام در این طرف یا در خاور میانه یا در به اصطلاح آسیا که تطبیق میشد چقدر خوبی ها و مزایایی را به وجود آورده بود. بنان به سلسله نظریات روشنفکران قبلی، روشنفکران جدیدی در اروپا ظهور نمودند و این سلسله الا قرن 20 ادامه پیدا کرد. مردمان معاصر برخلاف مباحث فلاسفه که در ماورای طبیعت بحث می کردند و نیز برخلاف برداشت پاپه ها که از عیسویت داشتند، روش جدید فکری را احیا کردند که شامل همه عرصه های زندگی انسان ها، عرصه سیاسی، عرصه اقتصادی، عرصه اجتماعی، عرصه مادی و غیره موارد می گردید. بنان روش جدیدی را که مردمان معاصر بعد از پایان قرون وسطایی که مخصوص اروپا هست یا قرون وسطای اروپا، قرون میانه در اروپا به وجود آوردند و او را نام گذاشتن به نام عصر رنسانس و رنسانس را هم تعریف کردند که حیات دوباره همو مردم، البته زمانی به وجود آمد که اروپا قبل از آن در یک مشکلات، در یک راهگمی و جهالت به سر می برد و عده‌ای از
مردمان در این عصر در عکس العمل به مباحث فلاسفه یونان و باورهای تحریف شده عیسویت مفکوری جدید اومانیسم یا انسان محوری را به جای مفکوری خدا محوری و به جای مفکوری کلیسا و مفکوره های فلاسفه احیا کردن. آن چیزی که خیلی ها مهم هست است که میبینیم که غربی ها روی یک عناد یا روی یک دشمنی که با مردمان پاپ داشتن و روی مظالمی که پاپ ها کردن، اینها در برابر دین ایستادن و حتی نه تنها در برابر دین ایستادن بلکه در برابر خالقشان ایستادن و نظام الهی را یا وضعیت الهی را ترک کردن و آمدن به طرف ای که انسان را خودش را اله یا علیاذ بالله پروردگار قرار بدن که خود قانون وضع کنه، خود قانون لغو کنه، خود هر چی میکنه بکنه. که انسان محوری متاسفانه که ما میبینیم که غرب را به کجاها کشانده است، به جایی که به طرف فحشا کشانده، به طوری که او مثلا میبینیم با هر چیزی به اصطلاح ازدواج میکنه، گاهی با فرش و گاهی با تمساح و همچنان گاهی یک بدون تفکیک همه چیز را میخورن و جز زندگی را جز لذت دروزی انسانی قرار ندادند. به هر حال آنها به این باور بودند که تمام هستی از ماده به وجود آمده است و مفکوری خدا محوری را که قبل از عصر رنسانس روی زمین میچرخید، در ماورای طبیعت بحث میکرد، فلسفه هیچ دلیل محسوسی هم اونها گفتن که بر اثبات علیاذ بالله، بر اثبات الله وجود نداره، بنان اینا منکرین شدن، ملحدین شدن که الله متعال هم در مورد اینها در قرآن صحبت کرده و برای ما و شما بیان کرده که ملحدین کسایی هستند که اونها از عقل خودشان استفاده نمی کنند. بعدها مفکوره عیسویت در اروپا حاکم شد و سرانجام از جانب کلیسا تحریف شد. سالها بر مردم ظلم را تحمیل کرد که مشکل بالای مشکل افزوده شد و بنابراین چنین مفکوره ها که از جانب فلاسفه و اهل کلیسا از قبل مروج بود هیچگاه به حل مشاکل مردم اروپا ارتباطی نداشت بجز از تاریکی، ظلم و پریشانی. به همین علت عده‌ای از مردم مباحث خدا محوری را به جای انسان محوری به وجود آوردند. به تعبیر دیگر مردم نخواستند بدانند که خالق انسانها کیست و الله متعال برای بشریت چه مکلفیتی داده است، بلکه بحث آنها بیشتر بالای این که انسان چگونه زندگی داشته باشد و آیا انسان در حیات خود کاملا آزاد است یا نه میچرخید. بنابراین این محور بحث آنها بود. به همین علت این روشنفکران در ابتدا با این عمل خود از سوی کلیسا تکفیر شدند و میبینیم که یک مسئله وجدانی عقلانی در میان اینها وجود نداره، بلکه اینها از روی عناد و از روی اینکه قدرت را به دست بگیرن یا از روی مشکلاتی که با عده‌ای از پابها داشتن یا با حکام داشتن، اینا آمدن مستقیما با الله متعال عناد را آغاز کردن و به جای اینکه برن به طرف حقیقت که واقعیت چیست و آیا آن چیزی را که این مردم میگن عین حقیقت است، به این مسئله توجه نکردن و رفتن به مسیری که او مسیر اونها بدتر از مسیر قبلی است، یا مسیر را انتخاب کردن که او مسیر در نیمی راه به این مسیر نمی رسید. و این جدال میان کلیسا و روشنفکران قرنها به طول انجامید تا اینکه کلیسا را از امور دولت و سیاست در انزوا قرار دادند و امور دولت و سیاست را یک امر مهم جهانی دانستند. مردم فکر می‌کردند که در آغاز به این باور بودند که علیاذ بالله الله یا خدا اصلاً وجود ندارد و اگر هم بنا به فرمایش کلیسا خدا وجود داشته باشد در امور انسانی دخالت ندارد.
برعکس کلیسا اصرار میکرد که الله وجود دارد و حاکمیت روی زمین از آن خداست و نتیجه بر این شد که روشنفکران بنابر مصلحت عقیدی کلیسایی موجودیت خدا را به صورت کلی نفی نکردند، بلکه آنها پیشنهاد کردند که خدا وجود دارد، اما این یک عقیده ضمنی است الیاذ بالله، به این که خداوند در تمام امور انسانی دخالت داشته باشد. بر اساس این طرز دیدگاه موجودیت خداوند یک مسئله شخصی و منحصر به فرد گردید، نه اینکه مربوط به تمام امور. اینجاست که ما باید متوجه شویم که هر کسی که آوازه جدای دین از سیاست را براه میندازه یا در طبل آوازه جدایی از دین و سیاست میکوبه، یا اینکه راه حل را پیشنهاد میکنه به اینکه راه افغانستان جدای دین از سیاست است، این را باید بدانین که فکر اونها چیست. فکر اونها فکر همو کسایی است که اونها گفتن که الله باید در امور زندگی ما مداخله نداشته باشه الیاذ بالله، در حالی که ما میبینیم که حکومت ها در کل در زندگی انسان ها مداخله دارن و خود اونها میرن مداخله خودشان را خودشان تثبیت میکنن. آیا این عاقلانه است که اللهی که ما را پیدا کرده او به ما حکم نکنه، بلکه ما یک دانه فرد لاابالی و اوباش و چارعیب شرعی را به اصطلاح عامیانه او را ببریم به جای قانونگذاری، باز او سر ما قانون وضع کنه که به این مسیر برو به اون مسیر نرو. واقعا که گاهی انسان تا چقدر مسیر درست را از دست میده. برحال اینها گفتن که امور سیاسی، دولتداری و غیره امور شخصی انسان است و به این ترتیب اصرار کردند که موجودیت کلیسا را به صورت ریشه‌ای انکار نمی کنیم، بلکه کلیسا یک نهاد روحانی است، به اون کلیسا منحصر باشه، نه اینکه در دیگر امور انسانی از جمله دولت، سیاست مداخله کنه. دقیقاً مسئله اساسی همی است که این غربی ها یا کسانی که در طبل غربی ها میزنن و میخواین رعیت و حکومت اسلامی را از هم جدا بکنن، دقیقاً امی چیز میخواین. میگن که عالما و مسلمانانی که اونها متدین هستن اونها باید در مسجد بشینن و نظارگر فحشا و فساد و فجایع و رشوت و همه موارد باشن، تا اینکه بر اونها همه گزینه‌های فساد روی زمین باز باشه و این مردم با اونها غرض نداشته باشه، چون اینها خار چشم اونها هستن و نمیگذارن که هیچ کسی بی عفت شوه و هیچ ظلم و مظالمی صورت بگیره. اینها این مردم در اروپا به این اکتفا نکردن، بلکه اونها خواستند که با عقل خود در حل تمام امور انسانی دخالت بکنند. بنابراین اونها دموکراسی را از بدترین نظام‌های غربی که به عنوان بهترین نظام برای حل مشکلات خود را انتخاب کردند. در تحت نظام انسان را یک موجود آزاد تعریف کردند و بیان داشتند که انسان‌ها مطلقاً در امور زندگی خود آزاد هستند، چنانچه هر شخص در زندگی خود آزاد است و می تواند یک زمان عیسوی، زمان دیگر هندو و زمان دیگر علیاذ بالله مسلمان، زمان دیگر سیک و غیره بوده باشد. در هر صورت آزاد است علیاذ بالله. بنان انسان مجبور و مکلف بر یک عقیده نبوده، بلکه می تواند هر نوع آزادی را که خواسته باشد به او عمل کند. رعیت و مردمان متدین جامعه افغانستان متوجه هستین که کسانی که این گونه با کلمات بسیار زیبا میگویند که راه حل افغانستان دموکراسی است و جمهوریت است و فلان و فلان است، ببینین که نهایتا اساس گپ اینها چی است. شاید ما با همون صحبت‌های ادی، با صحبت‌های پوشالی و هوایی اونها شاید هم فریب خورده باشه، اما واقعیتی است که رابطه بین رعیت و حکومت اسلامی یک رابطه دینی، یک رابطه الهی است که ثواب و عبادت را در پی داره و نهایتش هم صلاح دین و دنیا است.
اما میبینیم که اینها جز فحشا، فساد، فجایع و گوشه کردن مسلمان های متدین هدف دیگری ندارند و فقط میخواهند که آزادی مطلق را در اختیار بگیرند تا با این آزادی مطلق هر چی میخواهند بکنند، ولی برای دیگران باز همین آزادی را نمیتن تا نظام فاسد اونها را نقد کنه که ما نمونه های او را داشتیم و چقدر جوانها در تحت شکنجه غلامان به جان خود را به حق تسلیم کردند. و در اینجا در این قسمت برخی از اصطلاحاتی که به کار رفته را باید به گونه مشخص واضح بکنیم که هدف از کاربرد آن چیست. زیرا برخی از این اصطلاحات در جامعه به شکل دیگری به کار گرفته می شوند. با توجه به این مسئله لازم دانستیم که رعیت محترم، رعیت و حکومت به خاطر روشنی این اصطلاحات ما برای آنها توضیحات دقیق ارائه نماییم. بسیاری ها فکر می کنند که اصطلاح فلسفه یا فیلسوف یک اصطلاح اسلامی است، در حالی که این اصطلاحات ربطی به اسلام ندارد. اصطلاح فلسفه 15 قرن قبل از اسلام در یونان مورد استفاده قرار می گرفت و گذشته از آن اصطلاح فلسفه ناشی از مفکوری است که هدف ویژه‌ای را در خود دارد که او مخالف مفکوری اسلام است. چنانکه فیلسوفان کسانی بودند که بدون هیچ گونه معیار مشخص و محسوس نظریه پردازی می کردند، مانند تالس منبع تمام هستی را ماده می دانست. بعدها این مفکوره به نام مفکوری ماتریالیسم یا ماده پرستی مسمی شد و کمونیسم از دیدگاه فکری از همین عقیده نشأت کرده است. به عبارت دیگر فیلسوفان بدون موجودیت وحی و دستورات الهی توسط عقل محدود بشری خود به پیدایش و زوال هستی پرداختند. این مفکوره در پهلوی این که خلاف عقل انسان بوده مخالف وحی الهی نیز می باشد. و برای همین ما همیشه مسئله را مطرح کردیم که شریعت اسلامی حکمت‌هایی را برای ما بیان کرده ولی ما در پی چیستی و چرایی احکام نباید باشیم. مورد دیگر هدف از کاربرد اصطلاح روشنفکر که ما می‌بینیم که اصطلاح روشنفکرها را استفاده می‌کنند و با آنها به کار گرفته می‌شود به این که به ارزش‌های عقیدتی باورمند نبودند. یا به عبارت دیگر میگیم که همین روشنفکران بودند که اصل مفکوری جدایی دین از دولت را مطرح ساختند و همین به نام روشنفکران هستند که میخوایند نظام سیاسی اسلام را از رعیت جدا بکنند و یک نظام پوشالی را جایگزین معرفی کنند. همچنان همین روشنفکران بودند که موجودیت خدا را منتفی دانسته و رد میکردند. باز بنابر مصلحت‌های عقیده به خدا را یک مسئله شخصی منحصر به فرد مطرح کرده بیان می داشتند که انسان در امور زندگیش مطلقاً آزاد است. بنابر همین روشنفکران بودند که اساس مفکوری جدایی دین از دولت یا سیاست را مطرح و عملی ساختند و اینکه چرا عیسویت مانع پیشرفت اروپا گردیده بود مخالفت عقیده تحریف شده پاپ‌های کلیسا در رابطه با اختراعات جدید تجربی بود و نه اینکه موجودیت دین یا تدین که اینجا مغالطی بزرگی در میان اونها صورت گرفته است. به هر حال شنونده های عزیز بحث ما در این مورد ادامه خواهد داشت، اما آن چیزی که مهم است مسئله رابطه رعیت و حکومت در نظام اسلامی هست که باید متوجه دستایش دشمن باشه و یکی از مسئولیت‌های بزرگ رعیتی است که نظریات و افکاری که اونها در تضاد با ارزش‌های اسلامی هستند او را همیشه رد بکنه و نه تنها رد کنه بلکه نسبت به او اندیشه‌های فاسد آگاهی داشته باشه. و ما در این برنامه رعیت و حکومت تلاش بر همین میکنیم تا مسئله را واضح کنیم و مشکلات موجود را رفع کنیم. شنونده‌های عزیز، برنامه رعیت و حکومت برنامه شما است که از امواج رادیو حریت روی 88.5 نشر میشه. شما شنونده برنامه رعیت و حکومت باشین تا از مسئولیت‌های خودتان در برابر یکدیگر آگاه شوین و از اینکه
وقت برنامه ما هم رو به اتمام است. ناگزیر هستیم که با شما شنونده های عزیز خداحافظی کنیم. شما را به الله پاک و لایزال می سپارم تا برنامه بعدی. الله حافظ و نگهبان و نگهدارتان باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رعیت و حکومت. رعیت و حکومت. عدم فاصله میان رعیت و حکومت ستون اقتدار و حاکمیت نظام را مستحکم می سازد. رعیت و حکومت دریچه نگرستن به مکلفیت‌های رعیت و حکومت در برابر یکدیگر. این برنامه را دوشنبه ها ساعت 11:30 ظهر و تکرار آن را جمعه ها ساعت 2:30 قبل از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید.